حضرت علی علیه السلام در 13 رجب سال 30 عام الفیل 10 سال قبل از بعثت در درون خانه خدا چشم به جهان گشود. لقب شریفش امیر مؤمنان و کنیش ابوالحسن می باشد. پدر بزرگوارشان ابو طالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم ابن عبدمناف و مادر مکرمش فاطمه بنت اسد می باشد. خاندان هاشمی از لحاظ فضایل اخلاقی و صفات عالیه انسانی در قبیله قریش و این طایفه در بین طوایف عرب زبانزد خاص و عام بود. فتوت، مروت، شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر اختصاص به بنی هاشم داشت که یک این فضیلت‌ها در وجود مبارک حضرت علی علیه السلام تجلی داشت. فاطمه بنت اسد در هنگام به دنیا آوردن حضرت علی علیه السلام راه مسجد الحرام را در پیش گرفت و خود را به دیوار کعبه نزدیک ساخت و چنین گفت: خداوندا، به تو و پیامبران و کتاب‌هایی که از طرف تو نازل شده اند و نیز به سخن جدم ابراهیم سازنده این خانه ایمان راسخ دارم. طولی نکشید که دیوار کعبه در برابر چشمان عباس بن عبدالمطلب شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و دیوار به هم پیوست. فاطمه بنت اسد تا 3 روز در شریفترین مکان خانه خدا ماند و در روز 13 رجب نوزادش را به دنیا آورد. فاطمه بنت اسد از همان شکاف دیوار بیرون آمد و گفت: پیامی از غیب شنیدم که نامش را علی بگذار. حضرت علی علیه السلام تا 3 سالگی نزد پدر و مادرش به سر برد و پیامبر اکرم وی را از بدو تولد تحت تربیت خود قرار داد. حضرت علی علیه السلام نخستین فردی بود که به پیامبر ایمان آورد. امام علی علیه السلام: این اهل الناس عیشا من کان بما قسم الله له راضیا. گواراترین زندگی را کسی دارد که به آنچه خداوند نصیب او کرده است خرسند باشد. ای بحر گناهان یاری روسیه هم یاری من ز ازل تا به ابد زار چشم منتظر یک نگهم یاری روشن و گرم از نظر لطف شام هم صبح هم یا علی من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی.
پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من، شیفته روی مهم یا علی، بسته دردم به حریم حرم، راه بده تا برم یا علی، یا علی 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 یا